دلم به خاک رفت. رابطه‌ای میان من و خاک پیدا گردید و این ارتباط زیبایی بشر به خاک بود. دیگر پازه‌ای مغزم شدگار میکرد، فصلهای خاک را میگشود و زمان ورق ورق میگردید، درخشان بی خروش و خاک میدمید و من با آن کشیده میشدم. جذبه خاک همین نیست و این خاک میکشم تا بند پایم در خاک رفته بودم، تا زانوانم در خاک فرو رفتم و خاک نشستم و دراز کشیدم. دلم در اقلیم خاک بود. من با خاک رابطه یافتم. شانه هایم نرمی خاک را احساس کرد. جذب شده بودم، اسیر خاک شده بودم. جنبشی ماه دختران خاکی را می شنیدم. پریان خاک آغوشم گرفتند. من با خاک رابطه یافتم. رابطه ای بشر با خاک همین نیست؟ مگر این خاک مرگ دارد؟ نه، رابطه ای زیبایی با خاک از این. من این خاک را دوست داشتم. من این خاک را دوست می دارم. من اکنون می فهمم آغوش خاک چه لذتی به مؤمنان می دهد که به سوی آن همواره در حال جذب و کشیشند. و چرا به شور و همهمه و هیاهو و دغدغه یازیده و لمیده بر تخت سرسری دوش دیگران آدمی زادگان به خاک می روند و به خاک انجمن می کنند. چه انجمنی زیبایی است جمع خاک و خاکی ها. من در انجمن زیبایی های خاک حضور دارم. من راز خاک را می گشایم. من فطرت خاک را کشف می کنم و با فطرت خاک سریشته می شوم. من دیگر از خاک نمی ترسم. من دیگر از خاک نمی ترسم و دیگر هوس سوختن و خاکستر شدن و در کوزه ریختن و بعد دفن شدن نمی کنم. من دیگر از خاک نمی ترسم. از انجمن خاک و خاکیان گفت: در سرزمین مالامال قصه های گوشنواز و غصه های جانگداز، با نیرو و افکار سازنده، با سبک تازه و با زبان فصیح و حسن بیان خاصه و او توانست بسان مصور با سحر قلم و نقش حرفها مسوده پرنقش و نگار را روی صحنه تحریزی بنماید که تاکنون هر کی از این نگاره برای خود راز و معنی می بردارد، همچنان که این زمان و در این انجمن. بفرمایید دیگر. من خوشبختانه با سیف رحیم‌زاده سالهای زیاد هم صحبت و هم نشین و دوستای نزدیک بودیم. میگن که دوست رو در سفر میشناسند. چندین سفرهای یک جای ایجادی داشتیم با همراه سیف و سیف را همچون یک انسان سربلند با یک غرور خاص ملی و اصل زادگی و یک دوستی صمیمی و دلپاک و یک انسان بسیار وطن پرست، بسیار وطنش رو دوست میشناختم. گروه ادیبان جوانی که همون سالها نثر نویسان جوانی که به میدان ادبیات آمدند، از جمله سیف رحیم‌زاده، جانبی کیاکاوی، خوابا، بهمنیار و دیگرها، یک نسیم تازه بود که به باغ ادبیات وزیده با رنگ و بو نکهت خاص خود وارد شدند، وزیدند به باغ ادبیات و آن را معطرتر کردند. من همه خیلی اگر نگاه کنیم سیف رو نثر او شعر است، با سر خودش از نثر دیده به شعر نزدیکتر است. هر یک جمله، هر یک بندی
اثرهای نثری او با سر خود یک شعر علایده است که بسیار یک اندیشه های عمیق هم معنای ظاهری و هم زیر معنای داشتند که خواننده ذکی و خواننده سخنشناس از مغز آنها بسیار معناهای زیاد رو درک کرده و فهمیدنش ممکن است. نوشته های سیف درباره چیزهای زندگی آدمان عادی است، آدمان زمینی و حیات عادی دیهات است. اما سیر قلم سیف چنان قدرت داشت که خواننده را وادار میکند بعد از خواندن اثرهای سیف در اطراف فلسفه زندگی، عالم آدم، حیات و ممات، آدم آدمگری اندیشه کند و از اون یک برای خودش برای زندگیش یک خلاصه در کاری برآورد. 1000 سال ادبیات ما شعر است. هرچند نثری بزرگ هم دارد لیکن هیچ وقت اون نثر جایگزین شعر نشده است و نسل سیف خصوصا در شخصیت سیف، در شخصیت بهمنیار، محمد زمان صالح ان تانستن اینا یک با سیدر بله خود کیام جانبه که کبیرم اینا یک دسته بودن که میگم که در ادبیات در آمدن و نثر یک بارا بالا بردن. اکنون سبب پرسیده می شود اینو چی نسل بودن، کیها بودن که توانستن یعنی نفوذ نثر در ادبیات تاجیک بلند بردارن. اینا نسل پرخوان بودن، اینا نسل آگاه بودن، اینا نسل بودن که سالهای 80 وقتی که یک نوع نسیم آزادی دمید امکانیت هایی که زیر دستشان بود خصوصا مثلا در رسی به ادبیات جهان اینا واقعا آموختن، این ادبیات فرا گرفتن و چرقه های ادبیات نوین دنیا کشیدن آوردن در ادبیات ما. البته در همون دوره هم همون معیارمان همه ریالیسم بود و گذشته از این ریالیسمی خاصه سوسیالیستی. امروز هم ادبیات ما از این مثلا رویه بیرون نیست. ریالیسم واقعا چی است؟ یک رویه بسیار خوب است که مخصوص به سوسیالیستی که کردن و بعدتر زیر همین مفهوم گویم زیر همین رویه تمام نویسنده های ما ایجاد داشتن و یک نسل آمد که این ریالیسم برهم زد و دیگه موضوع ادبیات صرف انسان شد و همه باقی مانده چی حالت است، چی واقعه است، چی اشیا است، چی اجتماع است همه بر دور انسان گردید و ذهنیت انسان در اینجا یعنی افضلیت و امتیاز پیدا کرد و همین بود که هرچند گفتم رویه ها از خود این بزرگان نبودن، رویه ها گرفتن آوردن به ادبیات ما لیکن اون رویه ها تاجیکی کردن. اینا تانستن دنیای تاجیک در اون رویه ها بریزن، مکتب ها یعنی در اینجا آوردن عملی کردن. اینا کار بزرگه. یک باره ادبیات یعنی که ارتباط با ادبیات پیشقدم دنیا کشیدن. ببینید کاری آسان و ساده نبود، در ذات خودش واقعا یک قهرمانی بود و در سر همین دسته استاد سیف رحیمزاد نهایت آدمی یعنی که پرخوان و پردان و پراستعداد یک بار با همین به میدان آوردن چند حکایه و خصوصا قصه ستاره های سر تنور انقلاب در ادبیات وارد کرد. با طرز و اسلوب خاصی نگارش خویش جنبه خلقیت یعنی مردمی بودن تصویر، واقعه ها، مکالمه ها در سادگی دهات و مردم دهات دیده توانستن نجابت های انسانی، فتوت در مردها، نزاکت و لطافت در زنهای دهاتی خاص بود. نخستین موضوعی که سیف با اون خیلی توجه داشت این روستا بود، دهه بود، دهه دور افتاده‌ای که با تمام مسائل خرد و بزرگش میخواست در متن دنیا باشد، در متن زندگی باشد، زندگی کند با وجود هم که خیلی سختی ها داشت. سیف از داخل همین روستا با تصویر این روستا میخواست که دست به مسائل جهانه بزند. این
روستا را در دیگر نکات زمین تصویر کند. روستا حتما ساکن دارد، روستا حتما انسان دارد، انسان‌هایی است که در داخل این روستا با وجود اینقدر مشکلات و با ولی زندگی را زندگی میکنند، زندگی را میسازند، ذهنیتی به خود خاص دارند، شیوه زندگی به خود خاص دارند، خب محیطی خاص دارند، مهربانی دارند، انسانی دارند که همه اینها را ما در نوشته های سیف پیدا میکنیم. او به راه دیگران نرفت و راه خاصی خود را انتخاب کرد. این راه را، این شیوه را در ادبیات جهان سیورئالیسم میگویند، یعنی تصویرهایی که بر فوق واقعیت قرار دارند. یعنی همه تصویر در ادبیات البته در زمینی واقعیت، در زمینی هستی صورت میگیرد، اما استاد سیف رحیمزاد کاری کرد که خب نگاه و نظری خواننده را به ادبیات دیگرگونه تر ساخت. از روزگار همزمانان ما، از همزمانان خود سخن میگفت، اما با اندک خب تصویر دیگر، با سرگذشت های دیگر، با اندیشه های دیگر، با پروازهای دیگر. وقتی که درباره خواب های ذکری وحی میگوید یا در دروغ سفید، در حکایه 3 نقطه میگوید، اون چیزهایی که تصویرهایی که دارد واقعا در نظر اول خواننده عادی را در شگفت میاندازد، حیرت زده میکند. ولی خواننده اگر به پرگی اثری او را تا به آخر خواند، در میابد که نویسنده دنیای رنگینی نه تنها خود بلکه انسانها را، خب خیالهای کودکان را، اندیشه های پیران روزگار دیده، آرمانهای انسانها را تصویر میکند. سیف طوری که خودش میگوید که من دنیا را به رنگ خط میسازم و واقعا در ادبیات را هم با رنگ خط ساخت، با دیدی شاعرانه و بسیار زبان ساده و روان و پرغناوت ساخت. او با آمدنش قالب‌ها را شکست. در فهمیش ما، در نوشت ما او تغییرات کلی به وجود آورد و یک نوع تحولات به حساب می رفت. نخستین حکایه‌اش وقتی که در روزنامه جوانان تاجیکستان، اون وقت کمسمال تاجیکستان بود، چاپ شد با نام گنجشک سفید، الکی تمام خوانندگان دریافته بودند که به ادبیات یک نفر نوجو با دیدی نو اومده است. سیف رحیمزاد افردی واقعا همچون یک نفس تازه بود برای نثر ما. من گمان میکنم تا امروز نقد ادبی ما به آثار سیف بهای واقعی و سزاوار نداده است و باید چندین سال دیگر نوشته های سیف رحیمزاد افردی مورد آموزش ناقدان نثر ما قرار بگیرد، برای که سیف رحیمزاد یک نفری بود که از جریان های معمول و پذیرفته نثر جهان در دورانش آگاهی کامل داشت و با آگاهی هم قانع نگردیده تلاش میکرد اگر از آنها تأثیر هم بردارد، آن تأثیر با ملیت تاجیکی آمیزش یابد. از این نگاه در آثار سیف ما هم ذهنگرایی را میبینیم، ایمپرسیونیسمی که در غرب میگویند. برای همین است که در نخستین قصه سیف رحیمزاد افردی، ستاره های سری تنور، واقعی که در اطراف رخ میدهد در مد نظری اول نیست، برعکس تأثیر آن وقایع به ذهن نوشین دیدگاه نخست نویسنده است. نویسنده از ذهن نوشین میخواهد به وقایعی که در اطراف نوشین رخ میدهند بها بدهد. ذهنگرایی کیو داد؟ هیچ که نه. و دخترکو از لای آدم نمیسازن. چی تو پدر نداری؟ نه، مرا کوچم دختر، مرا کوچم دختر، مرا کوچم دختر.
تمام آثار سیف یک دست نیستند و در هر رویه کوشش کرده است. مثلا هیچ وقت ریشه ها نمیشه که گفت که مثلا وای شبیه به ستاره های سری تنه. اونجا زبان دیگر است، اونجا قصد دیگر است، با هدف دیگر است. اونجا هدف اجتماع است، اصلا واقعیت اجتماع است. در اینجا ذهنیت است. حتی بینی همون بیگ مراد که در اونجا ابراز منفی است، دوست داشتنی است. برای چه؟ برای که وای تاثیر میرسانه و شخصیت و خاراکتری قهرمانو در زمینه سخن وای رو میزند. نوشین تماما میبینی بدل میشود. طوری که میترسی؟ مارکو سپرکو میترسم. تایشان نمیترسی؟ نه. قادیره قادر موشاشان جنگ میکند. هوشیاری یا بمانم میافتی گردت هم میشکنیه جانی زیاه میکنم بند میکنم بند هوشت گمشه فرا دنبالم خبرتی آخه میرم محکم میکنه بند برامدی میمودی سرسیلی ما خدا با خادیر امجا پریدم میتونی پریدم میتونی میتونم وقتی که ستاره‌های سر تنور در صدای شرق چاپ شد، این نخستین پویسی سیف بود که با سرسخن گلرخسار به تب رسید و او علاقه پویس رو هم دیگر کرد. نه تنها شکل حکایه و دید و از کجا مثلا این موفقیت او رو یار شد. از اون که او طوری که خودش باز تکرار میکنم دنیا رو برنگ خود میبینم و او رسام بود و با تصویرهای زیبا و تصویرهایی که یک جهان معنی دارند بیشتر دقت میداد و اهمیت میداد. یک سبکی داشتن که این سبک بسیار زیبا، تصویری بسیار عجایب، تصویرهای زیبا در همین نوشته هایشان هست و یک گوییم که اگر گنجینه ما عبارت از لعل و مروارید و صدف و خوب گوییم دیگر سنگ های قیمت بها باشد، در اسلوب نویسندگی در اینجا سبک سیف رحیمزاد به مانند یک گوهری بود که جلوی دیگر داشتم. اثرهای او را همچون اثرهای با سبک تازه ایجاد شده در صدای شرق چاپ کرده بودند و ما نخستین بار وقتی که حکایه های او را در مجموعه گنجشک سفید، بعد قصه بسیار مکمل و عجایبی استاد سیف رحیمزاد را با نام ستاره های سری تنور مطالعه کردیم. بعد در زمینه این قصه فیلم بسیار عالی جنابی هم برداشته شد. خصوصیت ویژه ایجادیات سیف رحیمزاد در آن بود که با سبک تازه، با نگاه تازه، با عبارت آرایی و جمله سازی های تازه به ادبیات ما وارد شد. در دل او یک اضطراب غریب طغیان کرد. نگونسار بر لای رفت، خدا نگه داشت. گویا زندگی کسل شده بود. تب کرده مثل ابر ورمیده بود. آب میشد و میریخت، باران میشد و میریخت. زندگی در پندارش لای میشد، لای خانه میشد. با فهم پسرک بعد این باران زندگی نمیموند. این همه آرزوی گریز را در مغز ظریفش میانگیزید، ولی در این سرای گلالود تیره گریزگاهی نداشت که پناه شود.
این که می دوید گریز نبود، همه می دویدند، او نیز می دوید و می دوید. ما انسان ها در یک جهان زنده ایم، اما در یک جهان زندگی نمی کنیم و این نادرست است. اگر تصور بنماییم زنده بودن مساوی است با زندگی کردن و هر کس بر حسب این که چگونه دنیای برای خود ساخته باشد و در آن زندگی بنماید انسانی برگزیده است به سان سیف رحیمزاد افندی. شاید همه گونه ایجاد یک نوع نظام اندیشه باشد، چون احساسات را رنگ می بخشد. نمی توان بدون این زحمت رویا را تصویر کرد یا خواهش را لرزاند. یعنی به حیث یک چراغ است همین ایجادکار که فقط و فقط روشنی ذوق مال اوست. دنیای آفریده نویسنده استاد سیف رحیمزاد افندی بس و عجیب، رنگین و مبراست و همزمان مرکبی های دارد، سان تابش های زندگی. همین از آب و گل روزگار واقعی و تفکر بلند آشودن اثر است که هرگاه خواننده را فریاد میزند سوی خویش تا با آن رازهای نهفته و زندگی ناسفته لحظه در صحبت و گفتگو باشند. اما باید اعتراف کرد که بدون وجود جهانبینی وسیع هر کس قدرت درک قهرمانان نویسنده را ندارد که ندارد. انسانی بود که هم به صنعت تصویری شوق و رغبت داشت، برابر خودش تصویرهای زیبا را روی کاغذ آوردن، یعنی رسامی کردن، نقاشی کردن. به جنبه های هنری این کسب نیز خیلی توجه داشت و می دانست که در این ساحه، در این هنر کدام نابغگان در دنیا کمال یافتند، مانند میکلانژلو، مانند رافائل، مانند در عصر 20 مثلا سالوادور دالی یا که پیکاسو. همین گونه رسام‌های بزرگ را هم ایجادیاتشان را می شناخت و درباره ایجادیات آنها می توانست ساعتها حرف زند. به ادبیات نفیسه، به نثر جهان، خصوصا نثر اروپا توجه خاص داشت. غیر از این هنر خود را توانست که در تصویر روزگار مردم دیهات و ویژگی های روزگاری هر یک شخصیت، خواه او انسان معلومات دیده باشد یعنی به معرفت باشد، خواه انسان ساده، دهقان ساده باشد، کشاورز ساده باشد یا خانه‌نشین، زن خانه‌نشین باشد، و برای کشادن عالم باطنی قهرمانان خودش کوشش کرد و به دستاوردهای خیلی بزرگ نائل هم گردید. آثار استاد سیف وقتی میبینید حالا ناتمام است و کارهای بسیاری در پیش بود که باید انجام میداد و خصوصا به سینما رو آوردنش تصور کنید. و مثلا با همه بزرگی ستاره های سر تنور وقتی روی اکران آمد 1% بزرگ شد، یعنی هنری واقعی جامعه هم میسازد. و قصد این نسل هم خصوصا سیف رحیمزاد همین بود، یعنی تلقینگری فرهنگ بود، یعنی ادبیات تلقین میشد، تقلید نمیشد. ادبیات یا تلقینی میشد یا تقلیدی میشد. وقتی ادبیات انسان میآفره و خصوصا ابرز بگیم که تاجیک میآفره، او دیگه تلقینی میشود، یعنی جامعه تربیت میکنه. در اطراف وطنداری و وطنخواهی ما چیزهای زیاد خوانده ایم و نکات زیادی را در یاد داریم، ولی سیف رحیمزاد با این مسئله به گونه دیگر نگاه میکند. با موضوعی که مطرح میسازد میخواهد که به این نکته اشارت کند. او از گوریستان ها یاد میکند، میگوید که به زمین مردم
مرده های خود را، عزیزان خود را گور کردند و همین گور کردن آنها را ریشه‌دار کرد، آنها را وطندار کرد، آنها را وطن دوست کرد. این گفتیم یک جمله بسیار ساده است اما چقدر عمق دارد، چقدر وسعت دارد. شناخت جهان باطن انسان است، مخصوصا خیال و اندیشه انسان. البته در ادبیات ملل دیگر هم این موضوع مطرح است، ولی هیچ یکی از نویسندگان ما به اندازه سیف دنبال خیال انسانی نرفته است، دنبال اندیشه انسانی نرفته است که از کجا شروع می شود، خب پشت چی می گردد، چی می خواهد و چی چیزهایی می آفرد. وقتی که از شب و از چراغ و از روغن و از روغن نفت سخن در میان می گذارد، با اونها بسیار تصویرهای شاعرانه و معنیهای شاعرانه می دهد که بسیار یا که پیله، پروانه، که اینا هر یکی یک موضوع جالب و ارزشمند هستند. یا که سیب را بگیریم که سیب در آثار او هزار گونه جلوه دارد، هیچ کس سیب را به گونه او توصیف نکرده است. وقتی که دنبال این میروی، این سیب معمولی نیست که ما آن را مثال میخوریم. قصه های عجیب در اطراف این است که همه این گفتیم بسیار آموزنده است. طبیعت با تمام مظاهرش، با برف و بارانش، با گل و دشت و صحرایش، اینقدر اندیشه های عجیب، اینقدر تصویرهای عجیب درباره باران دارد، درباره برف دارد، درباره تاریکی دارد، درباره خب چه بگیم که درباره احساسات انسانی اندیشه و تصویرهای عجیبی دارد که تا به حال اگر از نگاه آموزش اینا دست نخوردند که کاری محققان جوان است. پروردگارا، وضع خود را من در حال و حکایت تخمه و کرمی پله و پروانه بشناسم. اینجا چه مجاز است؟ افگار شدم، این اندیشه ها افگارم نمودند، ولی پایانش آرامیم آورد، باورم نیرو گرفت. از کرم و پروانه خوشم آمده بود، دیگر خفاش و فرشته برایم درد نمی آفریدند. ذهنم انگیزیده شد، با ذوق نوک زبانم را به کفنم کشیدم. کفنم مزه‌ای داشت، به کامم آشنا، آمیزه‌ای از طعم بریشیم و تخمه و کرمک پیله و پیلخانه و پروانه و برگ تازه توت و نیز رایحه گریبانی پیراهن مادرم. من این رایحه را در مغز هزاران عطر میشناسم. این ناگهانی شد، به زور لیسیدن آغازیدم شکافیدن روز. لیس می زدم و کفنم را می ستردم. به نوک زبانم از این شب غریب به دنیای روشن نقد می کندم. سرانجام زبانم زخمی شد، خون آمد. 3 روز دیگر سوزش کرد. چرا شتابیدم؟ تا پیله نپزد شکافته نمی گردد. همه چیز مهلت دارد و این راز نیز به مهلت سرباز خواهد کرد. این دنیا پر از راز هاست، لبریزی آزمایش هاست. این همه برای چیست؟ هیچ عجابت گویا دیگر در این دنیا نمونده است. گویا همه میدانیم آمده ایم که برویم. کی آرزوی جاودانگی دارد؟ تا پایان عمر آدمی اینقدر از زندگی سیر میگردد که هیچ عجابت در دنبال آن نمیبیند. تصویری بدیعی حادثه ها به هر کس دست نمیدهد. این به همون نفر دست میدهد که ادبیات جهان، ادبیات ملی، ادبیات خلق را مثل استاد سیف رحیمزاده افردی فرا گرفته است. شخصیتی بسیار ادبی، دانا و پرمطالعه است. به طبیعت زادگاهش، به کوهستان و دشت و دریاها محبت دارد. این حاصلی خب ایجاد و محصول تفکری همین گونه ادیب حقیقت نگار، ادیب تصویرگر است. سلام و سلام بر نویسنده زندیات که از نوشته های نخستین
امکان نگاشتن نسل بلندتر از شعر را اثبات کرده به قول همین سان نسل را اختراع. ذکر نام مادر، یادهای شیرین از روزگاران دوشین، مقام سخن سیف را به آسمان ها برداشت. نه همه کس چون سیف رازها، نیازهای نهفته و خواستنهای ایام بیغشش را زیبا و مجلا میدید. سبک قریب همه آفریده ها عجب شیرین و شیوا، مؤثر و روح افزا، رنگین و شاعرانه. شیوه و شگرد نگاریش، بند و بست مضمون و غایه‌ریزی، تمثال آفری و قهرمان سازی در اثرهای او مثل کیشته های دهقانی زمینی و با برکتند. به قول مولانا حرف ظرف آمده رو معنی چو آب. پیش از همه و عالم باطنی خیش رو داشت که این عالم یک عالم مکمل ایجادکار بود. هر روز وی گویا که به ایجادکاری مشغول بود. خواه راه میگشت، خواه با یگان نفر دیگر صحبت میکرد، خواه در کار راهبری بود یا که در کار تشکیلی بود یا که در کار کارگردانیش بود یا در سر میز کاریش نوشتن بود، وی ایجاد میکرد. کس گمان میکرد که وی هر روز خود را میسازد. همین گونه یک شخصیت بسیار نادر بود. از همین نقطه نظر گیریم اثرهای سیف در خزینه ادبیات معاصر تاجیک، در خزینه نثر معاصر تاجیک جایگاه مخصوص را دارد و همچون شخصیت، همچون یک ایجادکار، همچون تصویرگری عالم باطنی قهرمانانش انسانها خیلی ماهر بود. با یک سخن، با یک مکالمه می توانست یک گوشه دلی قهرمانش را روشن کند یا برگشاید که در نزد خواننده یا در نزد بیننده هستی و روشن تجلی کند. و اینک با تصویر اندیشه کودکانه عجیب و آموزنده از گلستان وجود رفت به سوی بسوی، پیوسته گرد دانش میگشت. سخن را بزرگ داشت و نکوترین یادگاری سخن را دانست و سخن نام او را بیماند. دیگر آفریده هاش راه عمرش را می پیمایند. آفریده های همیشه سبز، سرا، مستی تپیش و تازه جوان. عجب آمدن پرمحتوای و عجب رفتن پرتأثیر و پرمعنای. چی سعادته! یادی سیف رحیمزاده افندی در سبزترین فصل واژه ها برای ما شما خواننده آثار ماندگار ادیب خیر و مبارک و نیکباد، همین طبعه بیننده ما. ها واقعا اولین حکایه سیف رحیم گنجشک سفید نام داشت. آن را با شوق خواندم و از همون حس کردم که حقیقتا وی نظر خود را دارد، به زندگی از روزنه خودش می نگرد، به یک پیراهی ایجادی خودش از نخستین حکایه‌اش و این چیز تدریجاً ادامه یافت و نویسنده حقیقتا ناتکرار شد. ادبیات تاجیک تلفات بزرگ داد. یک نویسنده که ناتکرار بود ایجادش، راه پیراهی ایجادش ناتکرار بود، سبکش ناتکرار بود و ستاره درخشان ادبیات تاجیک بود. به طور فاجعه‌ای در عین کمالات ایجادی دنیا را پدرود گفت. من این قبرستان را خوب میشناسم، نه وحشت دارد نه جذبه. اینجا گاهی پوده انداخته ایم و نیز هر بهار برای پیله تنیدن کرمک های بریشیم
در این گوریستان بوته‌های با نام جاربی میچیدیم و دسته میبستیم و آن دسته ها از خاک این گوریستان میرویدند. مادرم پیلکار بود و آن زمان که اینجا دسته چینی می آمدم کودکی بیش نبودم و من و مادرم چه مادری و فرزندی جانانه داشتیم. ولی این همه یک زمان بود دور، آنچنان دور که گویا من و این جسم که حالا به خاک می سپارند هیچگاه به هم پیوند نداشته ایم، به هم بگانه بودیم. ولی او مادر من است، مادرم است و او را می گرانیدیم. اصلا آنهایند که می گرانند یعنی خویشاوندان و نزدیکان و همسایگان، همدهگان. من در کنارم. تابوت را تا در شیردان فرود آوردند و از دسته کفن داشته مادرم را سوی لحد می کشند. من دورتر از دهن گور ایستادم. من این همه را می بینم مثلی که خوابم. مادرم را به لحد نهادند، بند کفنش را کشادند، چهرهش را باز نمودند و سوی قبله گردانیدند. این سوی سرش کلوخک گذاشتند و آن خیشش که این همه را سرانجام می کرد از دهن تنگ لحد بیرون آمد. پس یک دانه چین به دستش دادند، دهن لحد زد. میخواست دوم چیم را بگیرد که خاک گور به شور آمد. اول یک آهی از شکاف گور برآمد. گور آه میکشید. طوفانی از شکاف گور خیست و هوا پرگرد و پردرد شد.